تولد این کودک در شهر کولوب رکورد جدید شد. او با 8 کیلو وزن به دنیا آمد و از سینش بزرگتر می نمود. وزن میانه نرمالی تا 4 کیلوگرم حساب می شود. از 4 کیلوگرم کلان جوسه حساب می شود. از 5 کیلوگرم عظیم جوسه 8 کیلوگرم یکم مراتبه می بینم در دوام 20 سال کاری. مادر این ابرمرد تهمینه است و به دنیا آمدن او داستان تولد رستم را از شاهنامه به یاد می آورد. فقط این بار در نقش سیمرغ اعجازکار طبیبان تولدخانه کولوب بودند که مادر را جراحی کردند و او را از بطن مادر بیرون آوردند. از سبب اونی که کودک عظیم جثه بود، حالت سلامتیش کمک بود. میانه وزن بود. امروزها بهبودی دیده استودیم ما. تهمینه آدینه و را 8 ایول ساعت 5 صبح به تولدخانه آوردند و مدار نداشت تأثیرات خود را به ما بگوید. چقدر مثلا؟ 37 ساله شدم. در 37 سال عمرم نشنویدم تا 6 کیلو پولی نبود، پیرور بود، در راسیه شیرگی بود. پدر نوزاد بر رادیو آزادی گفت که در اولاد آنها بزرگ جثه ها بودند و این فرزند یادگاری از اقربای پیشین است.